محمد علی اسلاموف سابق مسئول شعبه جوانان حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام در منطقه کولوب اخیراً پس از 6 سال از زندان آزاد شده است. در این باره کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی، یک سازمان نزدیک به اپوزیسیون تاجیک در اروپا، با نشر یک عکس محمد علی اسلاموف خبر داد. عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این عکس بعد آزاد شدن در کنار اهل خانواده‌اش تصویر شده است. محمد علی اسلاموف در تیر ماه سال 2015 در موج اول بازداشت رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستگیر و به 7 سال زندان محکوم شده بود. بر اساس عفو سال 2019 یک سال از حکم او را کم کرده بودند و به این دلیل بعد ادای 6 سال حکمش او به آزادی برآمده است. فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان 28 سپتامبر سال 2015 دو هفته بعد سرکوب آشوب مسلحانه به رهبری معاون وزیر مدافع جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم منع کرده شد و به دنبال مقامات حدود 200 نفر از رهبران، اعضا و خانواده این حزب را بازداشت و روانه زندان کردند. مقامات این حزب را به همدستی و حتی رهبری آشوب حاجی حلیم ابدار کردند. رهبران حزب این را رد میکنند و میگویند آشوب حاجی حلیم تنها بهانه برای اجرای نقشه دیرینه مقامات برای منع فعالیت عمده‌ترین تشکل مخالف حکومت کنونی تاجیکستان شد. از طرفداران زندان شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا امروز تنها تعداد انگشت شماری آزاد شدند. ظرفا رحمانی که به 2 سال زندان محکوم شده بود هنوز در عفو سال 2016 به آزادی برآمد. بابای دانا، یک عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که 80 سال دارد و ماه آگوست سال 2020 دستگیر و به 6.5 سال زندان محکوم شده بود، علاکه ماه اپریل سال 2021 به دلیل سن بلند و بیماری سیل داشتنش از محبس جواب داده شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا زمان بسته شدنش شماره اعضای خود را 44,000 نفر می گفت. حالا این حزب در قلمرو اروپا که 100 نفر از رهبران و اعضا و طرفدارانش با شمول رئیس حزب محیدین کبیری به کشورهای این قاره پناه آوردند فعالیت می کنند.